هیچ کس فکرش رو نمی کرد، نه همسایه ها، نه خودشون و نه حتی اون سگ کنجکاو. اما درست همون جایی که هر روز قدم می زدن ثروتی خوابیده بود که قرنها از چشم همه پنهون مونده بود. یک گنج واقعی، نه توی قصه ها، نه توی فیلم ها، واقعی تر از هر چیزی که تصورش رو بکنی. در سال 2013 یه زوج معمولی اهل کالیفرنیا مثل هر روز با سگشون توی ملک خودشون قدم می زدن. اما اون روز یه چیز فرق داشت. سگ یه جایی وایستاد، خیره شد به یه تکه فلز زنگ زده که به سختی از خاک بیرون زده بود. زن با تعجب خم شد و خاک رو کنار زد و چیزی که دید زندگیشون رو برای همیشه تغییر داد. وقتی اولین قوطی رو در آوردن فکر میکردن شاید یه وسیله قدیمی یا یادگاری ساده است، اما نه، داخلش پر از سکه های طلای درخشان و براق بود. اونا به کندن ادامه دادن و قوطی پشت قوطی، سکه پشت سکه، در مجموع 9 قوطی فلزی و بیش از 1400 سکه طلا با تاریخ ضرب بین سالهای 1847 تا 1894 پیدا شد. ارزش اسمی این سکه ها حدود $28,000. ارزش واقعی چیزی نزدیک به $10 میلیون. برخی از این سکه ها به قدری نایاب بودند که کلکسیونرها حاضر بودند صدها هزار دلار فقط برای یک عدد از اونها پرداخت کنند. اما این گنج از کجا آمده بود؟ چه کسی اونها رو اونجا دفن کرده بود و چرا هیچ کس دنبالش نیومده بود؟ برخی فکر کردند شاید ربطی به سرقت از زرابخانه سان فرانسیسکو در اوایل قرن گذشته داشته باشه. اما بررسی ها نشون داد که این سکه ها از زرابخانه های مختلف آمریکا بودند و سرقتی نبودند. انگار کسی یا شاید خانواده ای این ثروت رو سالها پیش پنهان کرده بودند و دیگه هرگز به سراغش نیومده بودند. این زوج تصمیم گرفتن ناشناس باقی بمونن. بخشی از سکه ها رو نگه داشتن، بخشی رو فروختن و حتی قسمتی از درآمد رو به خیریه ها اهدا کردند. اونا فقط گفتن فکر میکنیم این اتفاق یه نعمت بود که باید به اشتراک گذاشته بشه. شاید گنج بعدی همین جایی باشه که انتظارش رو نداری. شاید زیر خاکهای خونه تو رازی دفن شده باشه که قرن هاست منتظر کشف بشه. چون زندگی گاهی درست همون جایی عوض میشه که هیچ کس نگاه نمیکنه. حالا که این ویدیو رو دیدی دعوت میکنم اگه به موضوع گنج ها علاقه داری، داستان واقعی یک گنج سنخوز گالئون، گنج 17 میلیارد دلاری که نه فقط کلمبیا و اسپانیا بلکه کل دنیا به دنبال اون بودند رو ببین. اگر از این داستان واقعی شگفت زده شدی حتما لایک کن، کامنت بذار. اگر تو بودی با اون گنج ها چه میکردی؟ و برای دیدن داستان های واقعی و عجیب بیشتر کانال رو سابسکرایب کن. رادار.